یه خانواده‌ای به تازگی اسباب کشی کردن خونه جدیدشون و یه سری اتفاقات عجیب براشون میفته که دلیلشون نمیدونن. به یه تیم شکارچی ارواح زنگ میزنن و اونو بهشون پیشنهاد میکنن که توی هر اتاق خونه‌تون دوربین کار بذارید. اون خانواده خیلی زود وقایع ترسناکی رو ثبت دوربین میکنن، مثل تکون خوردن اشیا بدون اینکه کسی نزدیکش باشه. دوربین اتاق بچه‌ها یه چیز وحشتناک رو ثبت میکنه. چراغ اتاق کلوزت روم بچه‌ها بدون اینکه کسی اونجا باشه خود به خود داره خاموش و روشن میشه. یه شب دیگه تو اتاق همون بچه‌ها یه چیزای شبیه نور و گرد و غبار مدام از جلوی دوربین رد میشن و به محض اینکه اونا رد میشن یه سری اتفاقات عجیبتری شروع به افتادن میکنه. پای بچه‌ها بدون اینکه خودشون متوجه بشن انگار که یه چیزی داره تکونشون میده.